الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدین به یکی از درس های دیگه فارماکولوژی لپنکات. امروز ما دوایی رو میخوانیم که در تداوی اسهال استفاده میشن. انتی دایریال، یعنی هدف ما از دوایی است که دفعات رفتن به تشناب کم میکنه. تداوی عرضی اسهال سببیش خود انتی بیوتیک های مختلف یا هر چیزی که عاملش باشه تداوی میشه، اما گاهی وقتا ضرورت می باشه که به شکل عرضی هم مثال تداوی شود، مجبوریت می باشه باید. ما این دواها رو می خونیم. اول میم در کل دواهای انتی دایریال به 3 مکانیزم میتونن فریکونسی رفتن به تشناب کم بسازن. یک تعدادش انتی موتیلیتیز یاد میکنن، یعنی یا مکانیزم تاثیرشان قسمی است که حرکات اما را کم میکنن، مثل دایفین، اوگزایلیت، لوپیرامید. یک تعدادش به نام ادسوربنت یاد میکنن، مثل الومینیوم هایدروکساید. اینا مکانیزمش بعدا میخوانیم. و یک تعدادش به نام فلوید اند الکترولایت مودیفایرز، یعنی اینا نمیمونن که از دیوار گرد آب و الکترولایت ها افراز شود، مثل بسموت، سالیسایلیت. حالا میریم در هر صنف یک مثال مکانیزم کاریشان صحبت میکنیم. اول میریم سر دواهایی که مکانیزم انتی موتیلیتی دارن. اول دواهایی رو میخوانیم که به اساس مکانیزم انتی موتیلیتی کار میکنن. یعنی هدف ما از دایفینوگزایلیت و لوپیرامید است. انتی موتیلیتی. خب یا چه قسم کار میکنن؟ دایفینوگزایلیت و لوپیرامید، اینا شما میفهمین که گتا یا اماره رشته های عصبی سیستم پاراسمپاتیک تعصیب کرده. سمپاتیک هم داره، پاراسمپاتیک هم. و هر وقتی که سیستم عصبی پاراسمپاتیک تنبیه بکنه، داخل گت حرکات زیاد میشه و علاوه به حرکات افرازات هم زیاد میشه، در صورتی که سیستم پاراسمپاتیک تنبیه کنه. حالا اگر ما بتانیم این سیستم نهی بکنیم، حرکات در ما کم میشه. خب در اسهال چی اتفاق افتیده؟ اسهال دیوار رگا مثال تخریب شده توسط یک باکتریا و یا یک توکسین و مقدار زیاد افرازات آب الکترولایت در وسط آمده و همه بسیار مخرج شده و مواد غذایی را به پیش میرانه، به سرعت خارج میکنه به طرف بیرون. حالا اگر ما بتانیم امی سیستم، امی مکانیزم نهی بکنیم، حرکت دوباره پس سلو میشه و پس دفعات رفتن به تشناب مثل سابق میشه. یکی از این مکانیزم هایی که کار انجام داده میتونه استفاده از لوپیرامید و دایفین اوگزایلیت است. لوپیرامید و دایفین اوگزایلیت در حقیقت چی کار میکنه؟ رشته های عصبی پاراسمپاتیک که آمده تا حرکات اماره که افرازاتش زیاد بکنه، اینا در سطحشان آخذه های برای اوپیت ها دارن، میو رسپتر ها دارن. آخذه ها برای مشتقات مواد مخدر یا رسپترهای میو دارن. وقتی که شما دایفین اوگزایلیت یا لوپیرامید بتین، دایفین اوگزایلیت یا هم لوپیرامید بتین، پس از اینکه اینجا بیاین جذب شون، میرن با آخذه های میویی که در
رشته عصبی پاراسمپاتیکی که به گت آمده به اینا وصل میشن. وقتی که اونجا وصل شدن ای آخذه ها را دیگه نمیمونن که اسیتایل کولین، ای رشته عصبی را نمیمونن که اسیتایل کولین تولید کنه. وقتی اسیتایل کولین عامل حرکت زیاد و افرازات زیاد در گت است. وقتی که اسیتایل کولین تولید نشه افرازات هم کم میشه و حرکات هم کم میشه. اما این دواها یک نزاکت داره. این لوپرامید و دایفینوکسیلیت یک نزاکت داره. نزاکتش چی است؟ ما هیچ وقت حق نداریم یکی در اطفال و یکی هم کسایی که سویر کولایتس دارن، التهاب شدید کولونا دارن، ناشی از میکروب از هر چی که است، مثلا کسایی که دیزنتری دارن، پیچش خونی دارن، یکی در اطفال و یکی هم کسایی که سویر کولایتس دارن. در این مردم ها ما حق نداریم که لوپرامید یا دایفینوکسیلیت بدیم. به خاطر چی؟ به خاطر ازی که وقتی حرکت اما کم شوه و ای به شکل پاتولوژیک کم شوه، اتفاقی که میفته ای است که وقتی حرکت اما کم شوه، مثلا امای غلیظه حرکتش کم شوه، باز تو یک اتفاق میفته. جایی که حرکت نمیکنه غذا موجه میمونه، افرازات میمونه و این مجبور میشه که زیاد توسع کنه. یعنی کولونا کلان شوه، توسع بکنه و اعراض علائم بندشه بته. ایره باز میگه کولون میگن. هر قدر که مواد غذایی آمده به جای ازی که سبب شوه حرکات زیاد شوه و مواد غذایی از داخل گت بیرون برایه، برعکس چون لوپرامید دادی حرکات نای شده، کلش میجه حبس میمانه، حرکت کرده نمیتونه، در نتیجه میمونه و کولونا رو بسیار کلان میسازه. یعنی سبب ایجاد میگه کولون میشه. در دو طبقه مردم بهتر است که شما از این استفاده نکنین، از لوپرامید و دایفینوکسیلیت. یک صنف از دواها سیاه را به نام ادسوربنس یاد میکنن. ادسوربنس ببینن ادسوربنس چه قسم دوا هستند. در سال یک چی اتفاق میفته؟ در سال یک کسی که اسهال میشه در 15 باران میتونن در یک مستشفی بره. یکی از اتفاقاتی که معمولا در اسهال رخ میده ای است که حجرات که در داخل گت است یا تنبیه میشن و افرازات تولید میکنن، افرازاتشان زیاد میشه و گت پر میشه از افرازاتی که این حجرات داره، یعنی آب و الکترولایت هایی که با زیاد تولید میکنن. و اینمی در حقیقت امی زیاد تولید شدن افرازات از دیوار امایی که تنبیه شده یا تخریش شده توسط توکسین ها و باکتری ها، اینمی در حقیقت سبب میشه که شخص زود تشناب بره و مواد غایطی آبگین دفع بکنه. حال ادسوربنس ها چی است؟ مثل الومینیوم هیدروکساید یا میلک آف مگنیشیا، انتی اسیدی که در ترکیب خود الومینیوم داره به نام میلک آف مگنیشیا، ما شما در دواخانه خود داریم. این میره ادسوربنت است، امی سطح گت حجراتش مکمل میپوشانه تا دیگه میپوشانه، پوش میکنه، سطح گت حجراتش مکمل پوش میکنه. وقت پوش بکنه افرازات از او داخل گت نمیتونه که بفته، چون یا مانع میشن دیگه. افرازات داخل گت افتیده نمیتونه چون یا مانع میشن. اینمی کار سبب میشه که تولید آب و الکترولایت ها کم شود. وقتی که کم شد یک بار دوباره گرفت خالی شد دیگه شخص نمیره، چون داخل روداش دیگه چیزی نمونده. اما این ادسوربنت ها به خاطر تداوی
اسهال موثریت بسیار زیاد نداره، یعنی less effective است، به این خاطر او قدر استفاده نمیشه، less effective است. یک صنف دیگه از دواها داریم که اونا به نام فلوید و الکترولایت ترانسپورت مودیفایر هستن، یعنی تقریبا شبیه همین مکانیزمی که ذکر کردیم در این صنف دوایی که حالا تشریح میکنیم بیسموت شامل میشه. بیسموت مکانیزم تاثیرش چی است؟ یا فلوید و الکترولایت مودیفایر هستن، یعنی در گت میاین و یاره اجازه نمیتن که دیگه آب و الکترولایت های زیاد تولید کنه، چون اینمی تولید آب و الکترولایت بود که سبب میشد افرازات حجم مواد اینجا زیاد شوه و سبب تنبیه حرکات شوه و او هر چیز از داخل گت شوه بیرون برای. اما اتفاقی که میفته ای است، چون یک ماده رنگی است یا تراکم میکنه، شکل زبان مریضه و شکل مواد غایطه مریضه سیاه میسازه. و این باید قبل وقتی بیسموت توصیه میکنیم برای شخصی که استفاده میکنه بفهمونین که اگر رنگ مواد غایطه سیاه میشه یا اگر رنگ زبان سیاه میشه تاثیر بیسموت است و ورخطا نشوند. این تو جنجال بیسموت است. بیسموت هم اونم فلوید الکترولایت مودیفایر است، اجازه نمیده که آب الکترولایت ها زیاد از گت اطراح شوه، خوارز جانبیش زبان سیاه و مواد غایطه سیاه است. خب این موضوعات بود که در ارتباط به تداوی فارماکولوژیک اسهال خدمت شما عزیزان تقدیم کردیم.